اگه زندگیت برات مهمه این پست رو تا تهش نگاه کن. زندگیت تو هر هارد کار کرده ای نریز. بیا با این نرم افزار ساده بهت نشون بدم که این هارد دست دوه یا هارد تو دست دوه. اچ کانال دانلود کن و بریز. این قسمت محیط نرم افزاره. این قسمت هارداتون رو میتونید ببینید و در این بخش سلامت و تعداد روزهای کار کرده. هلس میشه سلامت، پرفورمنس میشه بازدهی که اگه زیر 100 بود اصلا نخرش. تعداد روزهای کار کردم که اصلا فکر نمی کنم 1000 روز به بالا قابل اعتماد باشه برای ریختن نرم افزار. هرچی تعداد روزها کار کردش کمتر باشه قابل اعتماد تره. اگه زندگیت برات مهمه این پست رو تا تهش نگاه کن. زندگیت تو هر هارد کار کرده ای نریز. بیا با این نرم افزار ساده بهت نشون بدم که این هارد دست دوه یا هارد تو دست دوه. اچ کانال دانلود کن و بریز. این قسمت محیط نرم افزاره. این قسمت هارداتون رو میتونید ببینید و در این بخش سلامت و تعداد روزهای کار کرده. هلس میشه سلامت، پرفورمنس میشه بازدهی که اگه زیر 100 بود اصلا نخرش. تعداد روزهای کار کردم که اصلا فکر نمی کنم 1000 روز به بالا قابل اعتماد باشه برای ریختن نرم افزار. هرچی تعداد روزها کار کردش کمتر باشه قابل اعتماد تره.